آقای حسینی ما فکر کردیم شما رفتین آمریکا انگلیسیتون خوب شده، عربی حرف میزنین؟ عربی که اصلا بلد نیستیم که ما. آخه اولی که زنگ زد محمد گفتین صباح الخیر، گفتین که چی شده اونجا؟ خدا رو شکر عربیم ضعیف همیشه. هیچ وقت شده آقای حسینی جدی باشین؟ یعنی آره جدی بودم، با چند دفعه جدی بودم تو زندگیم. جدی؟ مثلا کجا؟ مثلا وقتی اصلا خواستگاری جدی بودم. بعد پشت صحنه برنامه‌ام بیشتر من همیشه جدی بودم. ولی وقتی رو صحنه میرفتم اصلا نمیدونم چرا این آنتن دیدی که میگن که رفت رو آنتن مثل کلاغیم ما. آره. برنامه لایو شروع میشه من اصلا نمیدونم چرا بیخودی اصلا شوخی میکنم. غیر و غمزه میاد تو کمرتون نه؟ آره میگم دیگه بعدش جدی ام، قبلش جدی ام، این وسط نمیدونم یه حرکات ناشایست خلاصه از شما هم سر میزنه خدا رو شکر. بله ما هم همینطوری. خب آقا حسینی شما کی اصلا وارد صدا و سیما شدین؟ من 73. چه دیر؟ قبل از اون چیکار کردین؟ البته اگه فضولی نباشه. خواهش می‌کنم. نه قبل از اون عرضم حضور شما که من دانشجو بودم، بعد سرباز بودم، سرباز جان برکت بودم البته. بله. بعدش هم سال 73 وارد تلویزیون شدم. نوروز 73 یه برنامه‌ای بود که بعد وقتی من اونجا وارد شدم تا 8 تا 9 تا آیتم توش کار کردم که اصلا برنامه تموم شد. یعنی 4-5 روز مونده بود به آخر فکر می‌کنم من رسیدم. 5-6 تا آیتم هم که کار کردم نوشته‌های خودم بود. تو دانشگاه چی می‌خوندین؟ معرضا اینو می‌خوام بذارم قشنگ تو یه ویدیو. این محمد بود که سوال کرد، اشتباه نگی. این صدای جذاب مال محمد بود. پس شما دو تا سه من قاطی کردم بابا، یه کمی وسط یه چیزی گفت. نه اون محمده و من محمد رضا. این عینکیه، من عینک نمیزنم. شما اگه توجه کنید به چهره ما متوجه میشید. از پشت تلفن که واقعا توجه میکنم، ولی دیالت بشین دو تا محمده، تو یه دونه تنهایی، من محمدم. آره دقیقاً. فیزیک میخوندین دانشگاه؟ بله. همون تهران؟ نه اصفهان. نوروز 73 که میگید همین برنامه‌هایی بود که مهران مدیری اینا تهیه می‌کردن؟ نه اونا 72 بودن، یک گروه دیگری در شبکه یک نوروز 73 کار کردن که من اونجا آهنگ فارسی هندی خوندم که مال آهنگ شعله بود، با امیر جعفری رقصیدیم. اولین کارش فکر کنم بود تلویزیون، یادم نیست. بعد شبکه دو من صدا کرد که آقا شما به عنوان نویسنده کارگردان تلویزیونی و بازیگر بیا، و یه مجموعه‌ای داشتن که آیا اسکندری نمیدونم بیارتی یا نه، مجری تلویزیون بود. بله. اونو صدا کرد و تهیه کننده‌شون بود که بعد من اونجا دیگه شروع کردم به ساخت برنامه‌های تلویزیونی و در سمت کارگردان، بازیگر و نویسنده. حتی من تنها نبودم، یک گروه دیگه هم بودن که به نام آقای هدایتینا بودن که با هم شروع کردیم اونجا. آقای حسینی من خودم هم توی صدا و سیما کار کردم، کلا میشناسم جو صدا و سیما رو. خیلی از افرادی که اونجا هستن، منظورم در رأس نه در بدنه، رئیس رؤسایی که اصلا خودتون هم میدونید خیلی به شدت به اصطلاح در زبان عامیانه میگن حزب اللهی هستن و اینها. این یک کنتراست خیلی عجیبی هست. اون کاری که شما میکردین به قول خودتون آهنگ از فیلم شعله هندی میخوندید و یکم حرکات موزون انجام میدادید و اینا، یعنی میرقصیدن دیگه. آره دیگه. آقای محمد خان بله اصلا صحنه دار نکن عزیزم. بله حالا دیگه شما تو آمریکای آقای حسینی خودتون ناراحت نکن، الان آمریکایی دیگه خیالتون راحته. خب خدا بله. اتفاقا اونجا رقصم میومد آقای محمد رضا خان، این تو باور دادن نمیدونم تکون بدم خودم، نمیدونم چرا. خب بفرمایید. آره همین جو چطور بود؟ آیا راحت میتونستید کار کنید؟ اولا که بعضی اتفاقات یعنی درگیری‌های بین جناح‌ها به رشد هنرمنده کمک کرده. دوم اینکه به هر حال آدم‌های کاراکترایی دارن دیگه. من این کاراکترم اینجوری بود دیگه، اونا به هر حال تصمیم می‌گرفتن یا من کلا بندازم بیرون یا اینکه بسازن دیگه و بسوزن دیگه ذره. ولی بعد از مثلا 20 روز یه ماهش که رفتم توی برنامه نیم نگاه که اونجا دیگه کار کردم، فکر کنم 1-2 ماه 3 ماه بعدش هم شبکه‌تون تازه راه افتاده بود که دیگه اصلا رفتیم اونجا سلام تهران رو با هدایتی شروع کردیم. من فکر می‌کنم که بیشتر مخاطبا از شبکه تهران دیگه کاملا تو رو شناختن. چجوری شد که با آقای احمدزاده آشنا شدی؟ اصلا چطور شد که شما زوج شدین؟ ببین واقعیت داستان یه خورده خطرناکه، بعد توضیح میدم بخاطر اینکه برنامه است. توی مسابقه بزرگ 30-40 نفر از بازیگرای سینما اومدن تست دادن، من هم تست دادم، ولی چون تستی که من دادم یه خورده توش هیجان و بعد یه حرکات خاص و یه از جلوی دوربین فرار کردن و اومدن و اصلا سبک جدیدی بود و من ریش و سیبیلمو میزدم. اون موقع من اینجوری توضیح دادن که قرار بود اصلا این برنامه تک مجریه باشه، یعنی من باشم فقط. تو این فاصله که داشتن اتفاق میافتاد
افتاد من یهو دیدم که تهیه کننده برنامه صدا که گفتش که ببین بین این همه تو انتخاب شدی، ولی مدیر شبکه گفته خیلی عالیه، فقط یه نفر پیدا کنید بذارید بغل این که زهر اینو بگیره. چون مدیر شبکه میگه من 5-6 ماه دیگه دارن عوض میکنن، ولی اگه اینو بفرستیم بالا چند روز دیگه عوضیم. بعد آقای احمدزاده رو صدا کردن اومد، ما دیدیم یه آقای اومد و که محاسن داشت و این شکلی بود و سلام علیک کرد و خیلی هم خوش برخورده. بهش گفتن اجرا کن، با این گفت نه این ریششو میزنه، این چیه او از اون چیز رفت. از 3-4 روز مدیر شبکه مثل یه قانش کرده بود برگشت. آره من فکر کنم یکم هم اذیت میشد، شما هی بغلش هندی و اسپانیایی میخوندی و موقع مشکلی که داشت این بود یادت باشه مثلا من میرفتم تو خیابون مثلا 85% تهرانی و یومان بغل میکردن ماچ میکردن، بعد یه سری از این آدمایی که ما اسمشون نداریم حزب الله بگیم، بازم اینم بعد بدبختی میشه ولش کن همون حزب اللهی همون که میدونی. بعد اینا مثلا تو خیابون فوش میدادن به من، یعنی مثلا فوشای خیلی رکیک، مثلا که تو ادا آمریکایی‌ها رو در میاری و تو مملکت شهید داده و خاک به سر تلویزیون و یعنی واقعا بر این باور بودن که مجری باید اولش بگه بسم الله بعد بگه صادق الله العلی العظیم و واسطش هم سیخ بشینه و یه چیزی بگه بره دیگه. این باورشون بر این بود. اصلا نمیتونن حال ما داره میره تو شوک، چون مسابقه بزرگ بعد از دومین قسمت دیگه اصلا نمیتونن منو بیارن پایین که حرامه چرکونده بود دیگه، کار نمیتونم بکنم. محمد جان فکر نمی‌کنی که خود همین کاراکتر تو کنار آقای احمدزاده که به اصطلاح یکی خیلی حزب اللهی به نظر میرسید یکی اینجوری، این خودش باعث گل کردن تو شد، یعنی تاثیرگذار بود؟ 100% شک نکن تاثیرگذار بود، ولی 8 برنامه اول فضا طوری بود که احمدزاده میومد پلاتش اجرا میکرد میرفت بعد من میومدم، یعنی اینجوری توافق کرد و میگفت من بغل این آدم وای نمیستم ها. آره یه وای نمیسته، خودش هم میترسید چون تازه وارد شده حساب کنم گوشه بغل یه آدم قرتی از این محاصره‌ای سخت ریخته بود بهم. بعد از 7-8 چون پلاتوها رو مینوشتم دیگه یواش یواش اومدیم بازی رو بردیم به این سمت که تو آدم خیلی خوبی هستی، من آدم قرتی هستم و یه آدم قرتی موظفه که تو رو اذیت کنه دیگه. این یواش یواش رنگش عوض شد، ولی یه اتفاق بد افتاد. اونی که خب من چون یه خورده به خدایی با نمکتر بودم، اینا کاری نه تبلیغ نکنید از من لطفا. نه اصلا 85% مردم رفتن پشت کاراکتر من، یعنی از اذیت کردن یک آدمی که محاسن داشته باشه لذت بردن. این اتفاقی بود که اینا فکرشو نمی‌کردن بیفته، ولی تو پلاتوهایی که من نوشتم و اون تفکراتی که داشتیم این اتفاق افتاد. مثلا یه دفعه مثلا توی مسابقه بزرگ توی قسمت 20 اینا بود، من از نفر اول پرسیدم که شما یک کلمه بفرمایید، گفتش که میختبیله. به دومی گفتن شما یک کلمه بفرمایید، گفت اکسپکتورانت. حالا من قراره با این دو تا کلمه شعر بگم دیگه. به سومی گفتن شما بفرمایید، گفت بسم الله الرحمن الرحیم. بعد من گفتم که میختبیله یه میخه برای حفظ حیوان، اکسپکتورانت شربتی است برای رفع درمان. سومی گفت بسم الله چیزی گفتم تو دلم گفتم به تو رفتی نداره. اینجوری چش بوده، ولی هیچ وقت اتفاقی نیفتاد که منجر بشه که مثلا کار بالا بگیره و جاهایی بری که نباید بری؟ چرا عزیزم دیگه، من بعدش قربونه دارم ممنوع تصویر شدم 1 سال. سر چی؟ ببین برنامه شده بود 2 ساعت شوی کمدی 100% خنده‌دار، اینا می اومدن وقت تو این 2 ساعت شو چیزی حدود مثلا 45-50 دقیقه‌اش تا شوخی بود و احمدزاده بود اینا بود دیگه. حسینیشو کامپلت داشتن برمی داشتن. من 2 دفعه رفتم گفتم آقا شما سانسور میکنه اینو. معروف بود که ایشین بالا رو کوتاه کنید. ایشین بالا اون تیکه کلامت بود دیگه، همیشه میگفتی. آره دیگه. ولی در کل این اتفاقات بود دیگه، یعنی من فکر میکنم دروغ نگم اولین باری که من آیه لاریجانی رفتم ببینم که بعدش هم خیلی مؤدبانه از اتاقش ما رو بعد 10 دقیقه انداخت بیرون، میگه این چی میگه چرت و پرت میگه، همین بود.